که روز یک شنبه در ایران تغییرات میآید، بگذارین که کوهستانی سپر چی میگه بگه. روز یک شنبه ساعت 12:30 بجا ما از اینجا اعلام میکنیم که در ایران تغییرات میآید، رژیم جدید میآید و آقای حبیب الله سیاری رئیس اداره موقت تعیین میشه و آقای سعید محمدی دورکی هم رئیس رهبرشان انتخاب شده و در ایران دولت تغییر میکنه. بعد از او در منطقه سرمایه گذاری در منطقه شروع خواهد شد. میلیاردها و میلیاردها دلار در ایران افغانستان سرمایه گذاری صورت میگیره. روز یک شنبه یعنی در همین فقط کدام میتونین یا نمیتونین آقای حالی که بسیار انتقاد کردین تا روز یک شنبه حوصله بکنید. جناب صدیقی روز یک شنبه ماه اپریل 2024 شما میفرمایید که رژیم ایران تغییر پیدا میکنه ساعت 12:30 چاشت. درست است؟ اشخاصی که نام بردین کی یک بار دیگه تکرار کنین؟ حبیب الله سیاری رئیس حکومت موقت. حبیب الله سیاری از ایران. از ایران. با رئیس حکومت موقت و دیگر اسم